سلام خدمت مخاطبای پیج و کانال دویچ امین. تو زبان فارسی در بعضی موارد برای بیان علت از حرف اضافی از یا عبارت از رویه استفاده میکنیم. مثلا این جمله از بی‌حوصلگی خوابم برد، یا این جمله من این سوال رو از روی کنجکاوی پرسیدم. در این موارد کلمه‌ای که بعد از حرف اضافی از یا عبارت از رویه میاد غالبا یک احساس هستش، مثل از ترس، از گرسنگی، از روی علاقه، از عصبانیت. و اینکه بخش همراه با از علت در نظر گرفته میشه و بقیه جمله معلول. مثلا تو جمله از بی‌حوصلگی خوابم برد، بی‌حوصلگی میشه علت و به خواب رفتن میشه معلول جمله. حالا بریم سراغ زبان آلمانی. تو زبان آلمانی هم دقیقاً چنین کاربردی وجود داره، با این تفاوت که بسته به نوع معلول از یکی از دو حرف اضافی aus یا for استفاده میکنیم. اگه معلول عملی باشه که قابل کنترل و عامدانه باشه از حرف اضافی aus استفاده میکنیم. به این مثالا توجه کنیم. aus Langeweile surfe ich im اینترنت، گفته میشه از بی‌حوصلگی تو اینترنت چرخ میزنم. مشاهده میکنیم معلول که چرخیدن توی اینترنت هستش کار یا تصمیمی است آگاهانه، قابل کنترل و خودخواسته. به همین خاطر از حرف اضافی aus استفاده شده. مثال بعدی ایش شپیل فوتبال aus Spaß، گفته میشه من از روی سرگرمی یا خوش گذروندن فوتبال بازی میکنم. توی این مثال هم معلول که فوتبال بازی کردن هستش تصمیمی آگاهانه و خودخواسته هستش و نه عکس العملی ناخودآگاه و غیر قابل کنترل. مثال بعدی ایش habe diese Frage aus Neugier gestellt، گفته میشه من از روی کنجکاوی این سوال رو پرسیدم. مشاهده میشه که سوال پرسیدن امری نبوده که ناچار به انجامش باشیم، بلکه تصمیمی آگاهانه و قابل کنترل بوده. به همین خاطر از حرف اضافی aus استفاده شده. و اما اگه معلول عکس العملی غیر قابل کنترل و غیر ارادی باشه از حرف اضافی for استفاده میکنیم. به این مثالا توجه کنیم. Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen، گفته میشه از هیجان نتونستم بخوابم. همونطور که ملاحظه میکنیم معلول که نخوابیدن هستش امری خودخواسته نیست، بلکه عکس العملی غیر قابل کنترل و خارج از اختیار هستش. به همین خاطر از حرف اضافی for استفاده شده. مثال بعدی اما hat vor Freude geweint، گفته میشه اما از خوشحالی گریه کرد. همونطور که میبینیم معلول که گریه کردن هستش در واقع عکس العملی غیر ارادی و غیر قابل کنترل هستش. به همین خاطر از حرف اضافی for استفاده شده. مثال بعدی ich hatte Kopfschmerzen vor Hunger، گفته میشه از گرسنگی سردرد داشتم. ملاحظه میکنیم که معلول که سردرد داشتن هستش عکس العملی غیر ارادی هستش. به همین خاطر از حرف اضافی for استفاده شده. یه نکته هم بگم این که کلمه بعد از حرف اضافی aus یا for باید به صورت نول آرتیکل بیاد و اجازه استفاده از آرتیکل برای اونو نداریم. مثلا aus dem Ärger یا aus dem Interesse اشتباه هستش و باید از aus Ärger یا aus Interesse استفاده کنیم. امیدوارم تونسته باشم تو یادگیری این کاربرد از این دو حرف اضافه کمکتون کرده باشم. ممنون از همراهیتون.